قفسه سینه از جانه. جوفازو از پشت. سامسون بچه‌ها هنوز گلوت همسترینگش کار داره. سامسون نمیتونه نفر دوم باشه، باید سوم باشه سامسون. رقابت بین هادی و درک هست بچه‌ها. رقابت کاملا بین هادی و درکه. چه کسی میتونه امسال ساندو رو ببره به خونه؟ ساندوی طلا، 60مین ساندو، 60مین سالگرد مستر المپیا. این فیگور تعیین کننده است بین هادی و درک. بعد ببینیم که کی میگیره این فیگور رو. وکیوم هادی بی‌نظیره. بچه‌ها این فیگوریه که هادی میبره. فیبرای سینه رو ببین، شونه رو ببین، چهارسر رو ببین. هادی سر تا پا فیبره. سامسون رو میذارن وسط بین درک و هادی. بچه‌ها اختلاف وزنی، اختلاف قدی، اختلاف ماهیچه بین این ورزشکارا زیاده. سامسون به مراتب سنگین‌تر و حجیم‌تره. هادی فوق‌العاده است. چهارسر هادی رو ببین، کاندیشنو. توی فیگورای روبرو واقعا پایین‌تنه مال هادیه. لط از روبرو. درک داره بچه‌ها بدنش بهتر میشه، فیگور به فیگور درک داره فولتر میشه و پوستش هم داره نازکتر میشه. هم کاندیشنینگ بهتر میشه، هم پرتر میشه. این فیگور خیلی نزدیکه. قطعا این بهترین فیگور درک لانسفورد هست. ولی هادی بچه‌ها کاندیشنینگ پایین‌تنه از پارسال خیلی بهتره. اینو میشه دید. هرچی بچه‌ها اینا بیشتر پوز بگیرن بدنها بهتر میشه. امیدوارم که بدن هادی فکر کنم هنوزم جا داره بهتر شه با این فیگورگیری‌ها. هادی الان بهترینشه، بهترم خواهد شد. That's a real classic type of pose for Samson, you know, hitting that side tricep like that. Yeah. Okay, Samson's your favorite most muscular. توی این فیگور به نظرم اول هادی بعد سامسون. توی این فیگورم به نظرم اول هادی بعد سامسون. بچه‌ها هر کی وسط وای میسته اصلا یه جور دیگه به نظر میرسه. هادیو یه بار دیگه میذارن وسط. الان بهتون قول میدم همه فیگورا میشه مال هادی، حالا که وسط وایساد. ببینید فقط بی‌نظیر این پسر. لطشو ببین، شیکم، سینه، شونه، چهار سرای اصلا نمیشه گفت. لط از رو به رو. این فیگور بین هادی و درک کیو دارید شما بچه‌ها؟ من به نظرم هادی خیلی پیشرفت کرده توی فیگورهای جانب. هادی خیلی خطرناکه. از نظر همسترینگ و گلوت نگاش کنید فقط. فیگور پشتش خیلی خوب شده. پشت بازو از جانب. این فیگورم فیگور مشخص کننده میتونه باشه. این فیگور قطعا مال هادیه. این فیگور مال هادیه. به نظرم سامسون نفر دومه توی این فیگور. آخرین فیگورشونه بچه ها. فیگور جمعو میگیرن. اینو میبینید هادی چوپان کامل وحشیانه اومده. گرگ پارسی فوق‌العاده بود دوستان. ترکوندن افتخار ما. هادی گرگ پارسی بهترین پکیجش رو آورد توی مقدماتی المپیای 2024. مرسی از همه شما که توی این لایو هستید.